خب بچه من کیبوردم یه چند وقت پیش خراب شده بود، واسه همین یه کیبورد رپو فکر کنم، آره رپو V500 پرو 87 سوتی گرفتم بچه. یه لحظه بایستی من اینو باز کنم بعد بهتون نشون میدم. بچه فهمیدم اینجا اصلا چاقو لازم نیست، برچه هستش اینطوری میکنی، این یه برش یه برش. خب بسم الله الرحمن الرحیم اینجا باز میکنید، یک دسته خیلی سخته. بخشید اینجا میگیریم یا علی یه از این پختخی ها گذاشته بچه که سویچ ها رو باش برمیداریم میندازیم اون بر. این که خود کیبورده بسم الله الرحمن الرحیم میذاریم این کنار. افتاد بچه جوابش رو میذاریم کنار. خود کیبورده بچه مکانیکاله، سویچش آبیه و همین دیگه بازش میکنیم. استوب کنیم، من این رو بردارم میام. بچه یه دفترچه داشتیم میندازیم اون بر. این خود کیبورده، من بزنم به لپتاپم میام. بچه این رخ کاره. خب بریم گیم پلی. خب بچه میخوام بریم کیبوردمون تست کنیم. فردا همون بود که ویدیو آنباکس گرفتنه. دیشب یکم کار داشتیم سرمی نتونستم من ویدیو بگیرم، صبحش دارم میگیرم. و این همه لک تونستم بکنم. باشه چه تمای ها بید چه صبح یادتون ندارم میگم. بچه ها واقعا مرسی به 50 تایی رسیدیم. شاید باورتون نشه فکر نمی‌کردم به 50 تایی رسیدیم. خیلی دمتون گرم. رو هوان زد سجاد مرسی وای دوتی دادم کجا بود داره خودش اینجا اصلا بلاک کنش دمش کرد خودش دمت کرد. چون نشد دوتا بلاک بزنم پینگم بعد تو واسه کلاش یا کلاش نشد. از هم
موقعی که پلتفرم ساختن استفاده میکنم. من نمیدونم کجاست؟ چرا من نمیبینم؟ با کیبورد جدید نابینا شدم. فقط پورت رینگ کنم. داشتم تلاش میکردم. بیا خدای پی وی پی الف ب بچه واقعا پیشنهاد میکنم، خیلی خفنی شد، که باحال ترین هاست. بچه اگه بکنین کلا چیز بگیر حداقل باید به 60 صبح برسیم. بچه واقعا این مدت کیبورد داشتم و کیبوردم خراب شد و وقتی کیبوردم درست شده خیلی پارو کیبوردم درست نشد. کیبوردم یک کیبورد خریدم خیلی بهتر شده. تو چیست؟ ساعت 8 صبح جمعه پلیر نیست و من دارم پلی میدم. از ساعت 5 هم میدارم واسه ایدیت هم ندارم. بعد تامنیل باسه بعد شاید یه ایدیت ریزی هم انجام بیتر ادم پلتفرم پلاچ بکشتمش. بسون بسون جان ریست نشد.
دستمون دیگه تمومه. بینم بعد نه بینم خوب جز 3 نفر تیپ چکه که کازه تولد چیزی بچه ها تا یه ویدیو دیگه خدافظ.